السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گملو انشاءالله که امیدوارم که خوب هستین. استاد همینجا دو سوال است، یکش کوتاه‌تر است، یک تا دیگریش کمتر. انا یه برادر از سال 2020 تا 2023 زکات دهنده بود اما نمیداد، تا 3 میلیون روبل را داشت. انا تا 2026 حاضر گده 10 میلیون داره، شیمون شدگی به خاطر این کاری که کردگی میگه توبه کنم. همین زکات نبودیم با زکاتی که پیش ندادم با امروز چیکار کنم؟ من یک سوالی دارم کوتاه‌تر است استاد. حاضر مسئله زکات ندادگیش، زکات سالهای گذشته پول داشت و زکات ندادم. بله زکات سوم داشته زکات نداد. نه پشیمان شدگی. پشیمانی که تی صاف نمیشه. مثلا یک آدم به شما باید قرض میدادید و ندادید، 10 سال گذشت، اکنون چی بخشیده شد؟ مگر نه برای دیر دادگیتون بخشش میپرسید، لیکن وی باید گردانید آخر. بنابراین اون زکات هایی که نداد همیشه حساب کند. سال 2020 چند سوم داشت؟ 100,000 داشت، $2,500 زکات. سال 2099 چقدر داشت؟ فلان قدر. چقدر نداد؟ همیشه جدا کرده، همیشه زکات های برارد، بعد توبهش قبول میشه. چون که حقی خودش نه. غیر از این باید با گناهی که این قدر سال قضا کرد، زکات قضا کردنش هم گناه عظیم است. یک روز قضا کردن علما در کتاب ذکر میکنن، یک روز وقتی که دیر میتید کمبغلی بیچاره عذاب داده. بنابراین اون زکات های همیشه حساب کرده میبرارد، بعد توبه میکنند برای دیر برآوردگیش. بله. و این چونین غیر زکات با صدقه ها کند تا اینکه و صدقه تطفئ غضب الرب. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه صدقه غضب الله تعالی را خاموش میکند. الله تعالی به صدقه ما و شما محتاج نیست، لیکن وقتی صدقه میکنید الله تعالی غضبش خاموش میشه، چون که صدقه به یک بیچاره میشه، به یک بنده الله میشه و دعا میکنه در حق. بله استاد انشاءالله که اون زکاتی که پیشینش حساب میکنه هم یک به یک میتیه انشاءالله با توبه میکنه. بله.